Hello everyone and welcome back to our English learning playlist. سلام به همه شما دوستان عزیز و خیلی خوش اومدید به سومین درس از پلیلیست یادگیری زبان انگلیسی با روزی 10 دقیقه. این آقا داره میگه Now I can build English sentences. حالا من میتونم جملات انگلیسی بسازم. احتمالاً توی 2 جلسه قبل این دوره آموزشی شرکت کرده و الان میتونه جملات ساده مثبت و منفی انگلیسی رو بسازه. You became an expert in making simple positive and negative English sentences in the previous session. شما تبدیل شدید به یک اکسپرت متخصص توی ساخت جملات ساده مثبت و منفی انگلیسی توی جلسه قبل. بچه you که میشد شما you became یعنی شما تبدیل شدید گذشته است یا شما شدید. حالا اگه بخوایم بگیم شما میشید میشه you become یعنی شما میشید. و یک کلمه مهم دیگه previous یعنی گذشته سابق. اینو تو درس قبل هم داشتیم. Don't be so hard on yourself. یه عبارته یه اصطلاحه که این آقا داره میگه به این معنی که خیلی به خودت سخت نگیر، خیلی خودتو اذیت نکن. Don't be so hard on yourself. Don't be so hard on yourself. چرا؟ Don't forget. چون نباید فراموش کنی. This course is for beginners and there's no need to learn the phrases written in the box above. چون این دوره مخصوص افراد مبتدیه و احتیاجی هم نیست که حالا این عبارت‌هایی که توی کادر بالا میاد رو شما یاد بگیرید. یعنی افراد مبتدی این عبارت‌ها واسهشون سخته و ضرورتی نداره که اینها رو یاد بگیرن. پس شاید سوال بشه که چرا این عبارت‌ها اصلا توی این درس‌ها و ویدیوها میاد. به این دلیل که وقتی افراد مبتدی این عبارت‌ها رو وقتی دارن میگم بشنون و از اون طرف هم یه نگاه سطحی بندازن روی این کلمات و نوشته‌هایی که اینجا هست، این باعث میشه که به مرور و در طولانی مدت بتونن به صورت ناخودآگاه و اتوماتیک خودشون عبارت‌ها و جملاتی مثل این عبارت‌هایی که اینجا به کار میبریم بسازن. در نتیجه این عبارات شاید یادگیریشون الان ضرورتی واسهشون نداشته باشه ولی دقت کردن بهشون قطعاً مفیده واسهشون. پس سعی کنید که یه دقت سطحی داشته باشید ولی فراموش نکنید که don't be so hard on yourself. قرار نیست که با این عبارت‌هایی که اینجا هست خودتون رو اذیت کنید و سخت بگیرید. حتی اگه یک کلمه هم ازش یاد نگرفتید ایراد نداره. فقط سعی کنید وقتی من اینها رو میگم شما سطحی بهش گوش بدید. همین کافیه. In this session we will learn how to make yes no questions. توی این جلسه سشن یعنی جلسه. توی این جلسه قراره که یاد بگیریم چطور سوالات بله خیر بسازیم. سوالات بله خیر سوالاتی هستن که با یه دونه بله و خیر جواب داده میشن. Let's get to the point. یعنی بزن بریم سر اصل مطلب. یه عبارت دیگه هم توی جلسه اول داشتیم که یه طورای همین معنی رو میداد. یعنی بزن بریم سر اصل مطلب. کسایی که اون عبارت رو یادشون مونده توی کامنت ها حتما بنویسنش. یه مرور سریع داشته باشیم روی مطالب درس قبل. Affirmative sentences جملات مثبت چطور ساخته میشد؟ اول ضمایر فاعلی رو می‌آوردیم، بعد فعل to be رو می‌آوردیم و بعدم ادامه جمله رو. I am a teacher. من هستم یک معلم. You are a nurse. تو هستی یک پرستار. ادامه رو نمیخونم چون تو درس قبل اینها رو کامل کارشون کردیم و اگه یه موقع اینها رو بلد نیستید باید درس قبل رو یه مرور کنید. جملات منفی یا negative sentences. sentence یعنی جمله، sentences یعنی جملات، negative یعنی منفی. اینطور ساخته میشه. اول ضمایر فاعلی رو میاریم I, you, he, she, it, we, you, they مثل همون جملات مثبت. بعد فعل to be am, are, is رو میارید. بعد یه دونه not بهش اضافه میکنید. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. بعدم ادامه جمله رو میارید. I am not a teacher. من یک معلم نیستم. بریم سراغ اصل مطلب درس امروزمون یعنی yes no questions. سوالات بله و خیر چطور ساخته میشن؟ توی حالتهای قبلی یعنی توی جملات خبری مثبت و منفی میدیدیم که اول ضمیر فاعلی میاد I, you, he, she, it, we, you, they بعد فعل to be. ولی توی جملات سوالی اول باید افعال to be رو بیاریم. am, are, is رو میاریم
بعدش subject pronoun یا ضمیر فاعلی رو میاریم. I, you, he, she, it, we, you, they. میگیم am I، یعنی آیا من هستم. I am میشد من هستم. ولی am I میشه آیا من هستم. Are you، یعنی آیا تو هستی. Is he، آیا او هست. Is she، آیا او مؤنث هست. Is it، آیا اون هست. Are we، آیا ما هستیم. Are you، آیا شما هستید. Are they، آیا اونها هستند. خب پس وقتی اول فعل تو بیمون بیاد بعد ضمیر فاعلیمون، جمله یه دونه آیا میگیره، یعنی جملهمون سوالی میشه. بعدم ادامه جملهمون رو میاریم. Am I a teacher، آیا من یک معلم هستم. حالا اگه همین رو بگیم I am a teacher معنیش میشه چی؟ آفرین من یک معلمم. ولی وقتی بگیم am I a teacher میشه آیا من یک معلمم. Are you، آیا تو هستی. Are you a nurse، آیا تو یک پرستاری. Is he a farmer، آیا اون یک کشاورزه. Is she a farmer، آیا اون یک کشاورزه. Is it a pen، آیا اون یک خودکاره. Are we teachers، آیا ما معلمیم. Are you nurses، آیا شما پرستارید. Are they farmers، آیا اونها کشاورزند. این ساختن جملات سوالی بله خیر مثبت. حالا ببینیم چطور میتونیم منفیش رو بسازیم. دقیقا مثل سوالات سوالی بله خیر مثبت، اول افعال to be رو میاریم. am، are، is. بعد دقیقا subject pronoun یا ضمایر فاعلی رو میاریم. میگیم am I، are you، is he، is she، is it، are we، are you، are they. و بعد چی رو میاریم؟ یه دونه نات میاریم. همین نات باعث میشه که جمله سوالی بله خیر ما منفی بشه. am I یعنی آیا من هستم. ولی am I not یعنی آیا من نیستم. are you یعنی آیا تو هستی. are you not یعنی آیا تو نیستی. is he یعنی آیا او هست. is he not یعنی آیا او نیست. ببینید منفیش میکنه. یه دونه not میاریم. جمله سوالی بله خیر ما از مثبت به منفی تبدیل میشه. بعدم ادامه جمله‌مون رو میاریم. am I a teacher یعنی آیا من یک معلمم. am I not a teacher یعنی آیا من یک معلم نیستم. are you a nurse آیا تو یک پرستاری. are you not a nurse آیا تو یک پرستار نیستی. is he a farmer آیا اون یک کشاورزه. is he not a farmer آیا اون یک کشاورز نیست. is she not a farmer آیا اون یک کشاورز نیست. is it not a pen آیا اون یک خودکار نیست. are we not teachers آیا ما معلم نیستیم. are you not nurses آیا اونها پرستار نیستند. are they not farmers آیا اونها کشاورز نیستند. سپاس به پایان که تا پایان این ویدیو همراه من بودین. تا الان جملات ساده مثبت و منفی انگلیسی رو یاد گرفتید، یعنی جملات خبری ساده مثبت و منفی انگلیسی که با ضمایر فاعلی و افعال to be و کامپلمنت ساخته می شدن رو یاد گرفتین و همینطور جملات سوالی بله خیر ساده‌ای که با افعال to be و ضمایر فاعلی ساخته می شدن رو هم یاد گرفتین. توی درس بعدی قراره که اینها رو مخفف‌هاش رو یاد بگیریم و بریم سراغ اولین مطلب حرفه‌ای‌ترمون که احتمالاً یک مکالمه هست و اون رو هم یادش بگیریم. امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه، براتون مفید بوده باشه و ازتون درخواست میکنم که ویدیو رو لایک کنید و همینطور کانال رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو هم بزنید